یه نفرم پیدا می شود از سر اشتباه و ندانمکاری به جای مرقد امام رضا و مرقد امام بزرگوار و مرقد حضرت معصومه و مراسم معنوی تخت جمشید را زنده می کند. نشانه طاغوتیگری است در همون ساختمان ها که امروز بعد از گذشته 1-2 هزار سال ویران است. یک روزی خدا می‌داند که چقدر بیگناه در مقابل تخت طاغوت‌های زمان به قتل می‌رسیدند و چقدر دلها ناکام می‌شدند. این افتخاری ندارد. سلسله پلید هخامنشیان میاد، اون همه جنایت میکنن، اون همه کشتار میکنن، اون همه ظلم میکنن. وقتی هم که زور ندارن ایران رو تسلیم یونانیان